خدمت پدر و مادر کنه کنید. این پدر و مادر که سراش سفید شده یک محنت ها کردیم دانیم که همه یعنی سرسفیدی پیری شما کردیم. اینا بچه خوشرو بودن. وقتی من مسکولای کلام داشتم موی سر لخشه بوری سیاه بود. انا که چهرهای زیبا داشتم دانیم که همه همین برای شما هم خشید. یا قدر کنه یا قبلگاه هم. از سعدی میبره کو یا موی سفید پیش شمده میشینه همینجاش استخوناش برآمدگی چهرهش زرد و بچه‌هاش طیف میشن همش میشنن نگاه میکنن و نگاه میکنه بچه‌هاش رو و میگه که نظر داره در این چهره زرد استخوانی نگویین که پس مونده ایام جوانی نگوی که عیاشی خیلی بود این منم خوشرو بودم و منم موی سرم یالترس میکرد و منم قدمم راست بود و من حجمت ای شما رو کلام کرد شما منم خیل کرده این امروز اکی شیشتم ریشی من سفید شده چهره من چاله شده شما گمان نبینه که من بچه‌ام خیلی اومدگی بودم شما کرده منم برادرها پدر و مادرایی که پیر شدین کو ریشی سفید و روی چاله دارن والله ویام جوان مردای خوب بودن ویام مردک بودن وقتشکا ویام غمزن بودن مرور زمان انمی غمته‌ای ما در حق ما اوف و پوف همورم خیلی کرد اکی این روزایی پیر شده بیر فرمت سلام علیکم برادران عزیز چقدر که میبینید برادر ما در جای ما مهمون شده مرحمت کنید بیاین ان شاء الله ما در خدمت همه شما هستیم فتاباش که چقدر اکجون چقدر سه سخته اوشنش چقدر اوشنش یکم بار درون است برادران چی گفتنی اینکه خیلی بیاین اینجا جمع کنی سر فویزه همش هست مرحمت برادران عزیز یکم درجه میگن که اول سلامتی بعد کاربار زندگی اینه فتابوش که چقدر که میبینی فتابوش که برای واسپالین خنیکه بردن برای واسم پافتن برای نمکی بدن گم کردن نه بیاین ان شاء الله ای جمع برین بعد نخیر با مثل برادر هجومت میکنیم فتابوش که در مو بعد فتابوش که سین ماساژ روش نوع آپارات واکنی بعدن خونگیری یعنی که هجومت چقدر که میبینی برادر ماشاءالله بهترین خونج برونیسه مرحمت کنیم بی ان شاء الله ما در خدمتیم برادر چقدر چقدر گذشت پوچکا موچکا ماساژ پاساژ بهترین و بهترین مرحمت برادران بیاید در خدمتمون خب یا دیگه نکته‌مون این مرحمت از هجوم کانال ما میرالی تیوی این نامه رو پیش آمدنتون زنگ بزنین ما در خدمت همه شما هستیم ما مترو تیوپلیسان در کار داریم شاوی آرمارکت 4 اتاژ از هجوم ده مرحمت موخی در کانال باشین تا ویدیو اندر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته